السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما بین برادرای گرامی و خواهران حس میکنم که همین به فیلم خوب گوش کنم یک 30-40 کسای باور کن. از همین چند کسی هستی 100 کسی 100 کسی یا که 30-40 کس گوش میکنم به فیلم تمام. نه که باور کنید به فایده خودتونه، به فایده من نیست. به فایده من همین است که من میرسانم به شما، همون کارو میکنم، میرسانم، وظیفه ما ادا میکنم. اش گوش کردن کاری خودتونه، نتیجهش در دست من نیست، نتیجهش در دست الله است. لیکن من باور که حس میکنم که همین امت اسلامی و خاصتا با تاجیکای ما بسیار به دنیا داده شده این، بسیاری بعد به دنیا داده شده گیان. اگر که با فیلم از هر تا بگیره از دم دنیا هن. با بعدش ما بعد سوال میتیه که ما برای چی الله ما را نصرت نمیتیه؟ برای چی الله ما را نصرت نمیتیه؟ برای چی ترنصرتی اصلا؟ برای چی ترنصرتی؟ برای چی؟ برای چشمای زیبا ترنصرتیه؟ برای چی نصرتیه؟ برای که بهتر چشم زیبا داده است و سلامتی داده است و همه چیز داده است، دست و پا و چشم بینی و گوش و برای همین بهترتیه که تو با همین نعمت هایی که الله داده است برای تو سپاسگزاری آنها را نمیکنی. شما میفهمید که همین تو وقتی که ذکر میکنی یا که من وقتی که ذکر میکنم یا که تو وقتی که ذکر میکنی تو گمان میکنی که این ذکر تو خودت از خودت کردی، خستی و کردی. نه، الله توفیق داد. با توفیق الله دوستت داشت و بین الله دوستت داشت و ترا توفیق داد که تو همین کار را بکنی، درس گوش کنی، قرآن بخوانی، ذکر کنی، نماز خوانی. چی نمود عبادتی نباشد. هرگز تو این کار به مجهود خود، به تلاش و کوشش خود نکرده ای. الله ترا اجازت داد و رخصت داد و توفیق داد که تو بخیزی همون ذکر کنی، نماز خوانی، روزه را گیری. یک کسی را که الله توفیق نداده است که درس گوش کند یا ذکر کند یا قرآن خواند یا نماز خواند، پس در خیلی خسارت و زیان بزرگی است. باور کنید در خیلی زیانی سخت است. همین کسی را که الله دوست داشت برای او را عبادت چه آسان میکند، شوقمندش میکند، راه حق نشانش میدهد. باور کنید راه حق اسلام خودش نعمت است. فرستادن پیغمبر برای ما نعمت، بزرگترین نعمت است. او قدر رحم دل و دلسوز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بود. برای کی رحم دل میکرد؟ برای همین امت که این امت در چی است؟ در غفلت است. این امت در چی است؟ در کشتن یکدیگر، غارت کردن یکدیگر، دشنام و غیبت کردن یکدیگر. عبادت ترک کرده است، پرستش الله ترک کرده است، از دم دنیا میدود. باور میکنید پیغمبر برای ما و شما گریه میکرد، پیغمبر برای ما و شما دعا میکرد که امتی من همش از اهل بهشت شود. باور کنید من بعضی وقت بعضی برادرای در همین جهت بر وقتن سوال میتیان، سوالای آسونک میتیان کو سوالای میتیان که من در حیرت میمونم. در همین گروه از بر وقتن اهمیت تومن نمیتیان. باور کنید چی کاری میکنید برای فایده خودتان. شما نه ما را و نه الله و نه رسولش ضرر رسوندن میتونید، نه فایدهش رسوندن میتونید. با ذکر کردن تو یا یک چیز کردن، نماز خوندن تو شما الله فایده میرسونید. شما هر کس برای خودش میکند.
کسی عملی نیک میند برای خودش، کسی نمیند برای خودش، ضرر برای خودش. باور کنی نه عقیده می آموزید، نه درس و عقیده را گوش میدید که عقیدتون ثابت شود، یک کس فریبتون نکند، بر گمراهیتون نبرد. الله المستعان.